آموزش نحوه نصب دستگاه ضد رسوب سبا. ابتدا از طریق مطالعه کاتالوگ‌های موجود، مدل و محل نصب مناسب دستگاه را انتخاب می‌کنید. به طور مثال، دستگاه سبا 88 را از طریق بست کمربندی بر روی لوله محکم کنید. دقت کنید دستگاه کاملا محکم باشد و در دو طرف آن فضای مناسب جهت نصب سیم‌ها وجود داشته باشد. سیم‌ها باید حداقل 15 دور به دور لوله پیچیده شود. به جهت قفل شدن بست کمربندی دقت کنید، زیرا در محکم شدن سیم‌ها بسیار مؤثر است. سیم‌ها باید کاملا به لوله چسبیده و دقیقاً مرتب و کنار هم باشند. انتهای سیم‌های آزاد را با بست کمربندی محکم کنید و به جهت قفل شدن بست دقت کنید. سیم برق دستگاه به هیچ وجه به سیم‌های خروجی نزدیک نشود و از روی آن عبور نکند. در صورت وجود هر گونه سوال فنی می توانید به سایت شرکت و یا با شماره تماس‌های موجود در روی صفحه نمایش تماس حاصل فرمایید. با تشکر از توجه شما.